میگن تاریکترین نقطه شب نزدیکترین نقطه به سحره و میگن اونایی که امیدی ندارن به زنده بودن و به زندگی همونایی هستن که در آرامستان‌ها یک سنگی روشون گذاشتن. یه چیزی داریم به عنوان شیطان که مأموریتش ناامید کردنه، یعنی هی بگه فایده ای نداره، خاک تو سری زندگی کنن، چرا اینجا به دنیا اومدم، وضعیت فایده ای نداره. یعنی تمام آنچه که در درون انسان میتونه اتفاق بیفته رو به بیرون تبدیل کنه. معمولا این آدما جمعه رو تا ساعت 11-12 میخوابن و عصر جمعه هم افسردگی میگیرن. همیشه هم دنبال تعویض دنیای خودشون هستن که برن تو یک دنیای دیگه مهاجرت کنن، برن یک کشور دیگه ای. نمیدونن که خب این آدم با همه عاداتش میذاره تو چمدون خودش رو و میره یک کشور. این افکار مجموعاً چه در کار چه در زندگی از انسان یک روحیه‌ای میسازه که انسان صبح که میاد سر کار مملو از انرژیه. پس هر چی که در بیرون به فعلیت میپیونده تفکراتیه که در انسان شکل میگیره. برای همینه که میگن انسان جز اندیشه و کلام نیست. اگه تو فکر کنی آدم موفقی یا فکر کنی آدم شکست خورده‌ای، در هر دو حالت حق با توست.